بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. یکی از دوستا در بخش نظرات ویدیوی رجعت از ما سوال نموده بودن که چطور با راهکار دیگری که میشه رجعت باطل کرد. رجعت از کجا سر میزنه؟ باز براتان معلومات میتم. یک تعویزه، یک طلسمه و یا یک وفقی که در آب انداخته میشه، حل میشه، از آبش می نوشن و یا هر چیزی که در علوم تعویزات است، در علم تعویزات است، در علوم غریبه است به اصطلاح مردم فارسی زبان، یا خودسرانه بدون مشوره استاد ایره می نویسن و از این کار میگیرن که مشکلشان حل شود. مشکل حل نمیکنه و مشکل 10 برابر 100 برابر میکنه. و یا آیات متبرک قرآن عظیمشان تلاوت میکنن به تعداد نامنظم و تعداد نادرست، اسماء الحسنا را ذکر میکنن، چلکشی خودسرانه میکنن بدون مشوره یک استاد درست صحیح. امی گپا باعث میشه که زندگی زیاد دوچار انواع و اقسام مشکلات میکنه. ضربه های مالی میزنه، ضربه های جسمی میزنه، روح روان شخص شدیداً نارام میشه. یک انسان پرخاشگر میشه، صحتش کاملا خراب میشه، کار و بار زندگی رزق روزی شخص کاملا دگرگون میشه، خراب میشه. به خاطر چی که خودسرانه بدون مشوره یک استاد، بدون راهنما در علم داخل میشه. هیچ چیزی در دنیا شما میفهمید که بدون استاد نیست، بدون استاد پیش نمیره، خودسرانه نیست. خصوصا علم تعویزات، خصوصا علم معکلات، خصوصا ذکر نمودن، چله کشیدن، خصوصا کسایی که آیات مغربی را میخوانن خطر جدی داره در حد مرگ. لطف کنه توره های مغربی را، آیات مغربی را نخوانه، خصوصا سوره های مغربی را. کسایی که میخوان رجعت ختم شوه در قدم اول کوشش بکنن که یک استاد درست به خود انتخاب بکنن، یک عالم، یک کسی که تجربه در همی علم داره، یک تجربه کافی داره، با او مشوره بکنن، تحت مشوره از او پیش برن، انشالله هیچ گونه مشکل برشان پیش نمیشه. کسایی که مشکل برشان پیش شده امو کاری را کده بودن ترک کنن دیگه دامنتن. در ویدیوی گذشته هم گفتم و ذکر نمودن ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تا این جای ویدیو تشکر میکنم که با ما همراه هستی، به خاطر قوت قلب و به خاطر حمایتتان، به خاطر از اینکه بر ما روحیه بده، لطف کنه ویدیوهای ما را لایک بکنه، با دوستانتان به اشتراک بگذاری، عضو کانال ما شوی و در باب علوم غریبه، در هر بابش، در هر بخشش، در بخش تعویزات و یا مشکلاتی که شما داری، میتونی در بخش نظرات با ما در بخش نظرات سوال بکنیم، انشالله دربارش ویدیو میسازم. و خواندن آیه 154 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم انزل علیکم من بعد الغمه امنة عسى یغشی طائفة منکم الی آخر آیات. و خواندن آیت الکرسی با ادامش، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. امی آیت الکرسی شریفه با آیه 154 سوره آل عمران و خواندن ذکر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم شما 21 روز یا 11 روز ادامه بدی، انشالله رجعت ختم میشه. آیاتی را که براتان ذکر کردم یا 11 بار یا 7 بار بخوانه، ذکر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 500 بار و یا 313 بار بخوانه، انشالله رجعت ختم میشه. در ویدیوی بعدی انشالله امی آیات قطبه که 154 سوره آل عمران میشه، من وفقش برای شما چی میکنم، وفق جعفریش برای شما جور میکنم که شما میتونی به شکل تعویز استفاده بکنی که از رجعت مسئول بانه، محفوظ بانه. تا این جای ویدیو که ما را همکاری کرده، ویدیوی ما را دیدی، تشکر میکنم.